یوسفه باش که داره نفس میکشه بابا نکن دوست دارم بمیرم تو جوب میدان بکنه سکول. من میگم تیپیکال ریدم تو یوتیوب حاجی هنوز نیومده 4 نفر اومدن سرو خوش آمدید سلام ببرم میخوام تایپ کنم کی داره نگاه میکنه. اوه حاجی یکی لایو گذاشته از عروسیش پشمام. عروسی کی هست؟ نمی‌دونم. آره بریم تا قسمت سالن خانوما رو بریم ببینیم. آقا بریم شام دارن نداره صدا رای بده. رای دادم رای ما فقط یک سلامات بلند همه یکی بردارم به همه مرسه. چی همه میرسه همه رو برداشت نگاه کنی تون لوت میکنی آجی باز همه یکی بود دیگه شاید ایجاد نکن. چی هم ریست شده نمیشه ساخت تو قارقار تو ساخت گند داری بچه میشه یه چیزی هم به من بدین هول نده آقا هول نده آقا هول نده میشه هول ندی یه لحظه برو بچه یه در میزنه بچه ها یه لحظه اجازه بدین ای بابا خفیز شو من هکینگ 100,000 دارم اسکین رو میشه چی برداشتی؟ هک دیوایس تو برداشتم چی برداشتی؟ برو بزنش من اشتباه بزنم کی در میزنه آقا میشه اینتر رو بزنی بزن میخوام تو رو بزنم برو گم شو مرد بابا همه چیزو برداشتی خب بیشه عجب بیا بگیر بابا بگیر اکین دیوایس رو دارم بیا بابا بدبخت بیا اکین دیوایس تو بگیر کی به من آدرنالین زدیم مثلا من میایم اینجا میدوزیم بعد اینجا میایم بذاریم تو اوه حاجی قهوه بزن آره اینجا میتونیم اول کار قهوه بزنیم جی رو بزن مثلا هر کاری میخوای کنی بعد قهوه رو بخور اصلا راه نداریم یه شات قهوه همیشه باید از کار صدای بازی بلند سلامتی رفت من یه کلیت هست اونجا بندازش این بر من کلاس 3 هستم منم ترم 4 هستم خوشبختم تو مدرسه نداری اینجا چیکار می‌کنی بابا بزن صدا جا کلیت بنداز این بر کی در میزنه در نزن بابا کی گفت صدرا بری کلیدو بنداز بیا بگی بخور کی میداشه با گوش ساله باید برقا آمد دنیا کجا بچه ها اینجا تایم برقا رفتنشون چیزی بیا اینجا بیا بابا من برم آقا دایمن دارم آجی دایمن دارم چیزی که نباید دست صدرا میفته تو دست صدرا خدا بخیر خب آقا برین کنار که ببین آجی نمی‌بینی چرا دهنت بیهوشی زدی حاجی دو تا بهت زدم دوشی آقا اگه اینجا وایس بود جالب دویمه بلند شو من شاید بازی در نهارت خورون اینجا بابا برو اون ور بچه برقا اومد اولا ای کسا بیا برو بذار داره چی کار میکنه بیا برو تو بیا برو تو دکمه رو بزن خودت دکمه تو بزن بابا چپ بیشرفی هست آقا بچه آقا رپره نه چیز ما 3 دقیقه اجازه بده اینو بگی اینجا چی کار میکنی؟ اونو نه اینو داری از اینا برو برو آقا تایدیور دست کیه؟ بیا اینجا نگردار آقا یک بیاد بالا دیگه اینجا نگردار دیگه
آجی نگرد آجی چطوری میشه رفت آجی نگر باید دهن سرویس بابا یکی به کیجا تایلور داره بیاد بیا چی احساسا داره؟ به هم گیر میکنیم آره گیر من برگرد کلید دارم. برگرد بابا کلید چی داری بزن اوه، ابله حاجی. گیر کردیم اینجا آقا یه لحظه صدر باید بری یه چیزی رو باز کنه تنهام رفت کیه؟ آجی در میزدم یالله آقا در رو باز کن کیه؟ بیاین بابا من در اینجا رو باز کرد در کجا؟ گوه خوردم آجی کارش کنه آجی من مردم بده بغلی 40 ثانیه وقت داری من ریوایو کنی یارو بالا سرته چی کار کنه؟ آجی رفت بیا 2 تا شد صدا چرا؟ آجی نکنه من وایسش به چیز باز درست Wake up bitch آجی احساس میکنم داره برمیگرده احساس درست آجی اینا جدیدن دیوونه آقا یه چیز اینجاست در رو ببن برو بیرون بخورم و شمبرم یوسف داره یاسه آجی چه سریع میشم آجی منم مردم صدره گشنه تکون نخواه ببینم چی داری اینتر بزن حوصله شما رو اینتر بزن کیه در میزنی اینطوری هست آدرنالین زدم بیچ کی زدی کی دور می‌دونی ساک. چیه صحبت کنی نه من وایسم خراب ای خدا گشنه بزد برو ای خدا من بگی در واقع آقا نگنا بچه در کو بیا در رو باز کن اینجا در نداره در رو باز صدرف دیسی نه صدرف لازم به در واجی احساس هرچی خیلی جمع آسونه کنیم بیاین. بچه این فیوز صد این بزن. فیوزا خیلی مهمه فیوز ورده یه بابا لیزر رو نمیبینیم جوری خب این هم نمیبینم همه نابینا آمانده آقا دیگه مثلا اینجا دایجا میشینم بالا راست بالا نزدی اوه شیت زاد برو سمتش آجی احساس میکنم اگه چشم ور کنی میاد دنباله واسه کی بیش آجی نگاه کتری کن داره هکین دیوایس بچه یکی بیاد آقا هکین دیوایس تست کی بیاد واجی من دارم با یه خر صحبت میکنم وای هکین دیوایس تست کی این چه واجی یکی نگاش کن این چی میگه راه اینجا باید نگاش کنی آقا یکی کی هکین دیوایس داره من خب بذار تو نگاش کن بزن بیا آقا من دارم اینا رو نگاه میکنم شما بکن بگو بالا پایین راست چپ بالا وای برو به حضرت عباس خب درست شد. خب اوکی خب بعد این یکی برو یکی بیا نگاش کن. آجی دارم نگاش کن کاش آقا راست شد. بالا راست پایین راست آجی بابا صد آجی. راست و چپت ببین کجایه راست و چپ بلدی بابا این یارو چه جوری شد چون من رو اون بر کردم بزن بیا تو بزن بگو راست چپ پایین راست پایین راست بچه‌ها شما همین من با چیزیه می‌کنم. احساس میکنم گرم خیلی نزدیک شد خب الان من چی آجی، من بزنم بلند. کنم؟ نگاش کن خواهی دورش بزن نزدیکیش نشون مثل من ایشه بگی چیز اول کاری قهوه بود بنداز اینجا بنداز
اون بدبخت ما چجوری بیاریم؟ کلید نداره اونجا، کلید نداره رو دیواراش. حاجی میتونی بلند کنی؟ کلید داری؟ نوچ در داری؟ نوچ خب قطعا کلید رو داری. صدا که کلن آف شده. صدا جان حالت خوبه؟ آره احساس کم نرو، احساس فکر کم نمی‌کنم نرو. حالت خوب باشه. مادر تو من ایف دست مال من چیکار دست مال میکنه؟ دوباراست. یا حسین یا برفر آی صدا با میاد. داره میدونه بیا این تو دیگه ای خدا. کدوم گاوه اینجور در وایستده بود؟ کدوم؟ یوسفه باش که داره نفس میکشه. بابا نکن نکن. بیاین برو دیگه. بریم. نداری یه در خود برو بالا. نفس کشیده بابا یکی داره منو میزنه. یکی خوبه. آقا حال بدیم بلد نیستیم. حال بده. وای اصلا داره مشکل داره داره مشکل داره بزاد حمال مشکل. نکن آقا نکن. برین آقا برین مثلا اون بر آقا بیا برو. نکن الان میرم بیا برو بیا برو. حاجی منو کشتی. آقا نکن دیگه اونو نزن. ای نکن دیگه کیه؟ سلام علیکم. چه در میزنی خب اوه یکی بله، از چیار بله. پیدا. یکی از چیار پیدا کردم. آی توفنگ فاک بیچ. آقای خدا دست کی افتاد؟ کدوم تفنگ؟ دست خودم افتاد. پورم من آی ندارت بیرون خالی کنی. بریم خالی کنیم تو کی الله. بزن؟ راه بیفتی راه بریم. بیفتی. خب برای چی من الان زدید؟ یه مش گاو اومدی. خب من افتادم. منو بلند کن. بابا بلند نمیشی باید بیدار شی. چه خورپوفی برقار خاموش کن برقار اگه من رو زد. کارای ای دیر گفت. چل من. آقا نکن. ای او نزن خب عجب گاهی. چه خوالوی هم هست. آقا نکن. هیدی هیزونی برو بمیر. بمیر. یه چورتی بدنیم چه نظر تو چیه؟ بچه تو شما چورت بالا طبقه یه آی چورتی بدن. پوزیشن منو. او منه چرا زدی هک کنی. کنم یه چیزی تو باید پشت کردم. سرتون رو نگاه کنید بچه یو امام. آقا باز کن. تو خراب کردی همه چیز و خودت تویی که زدی زیر حق که هماهنگین بچه. چرا در رفتین منو بلند کنی؟ ادا که من بابا منو رفت. بابا برو. رفتین منو. چپ بچه. بچه لوتا مال خودمونه. دیوونه. اینا رو برای چی دزدیدی؟ وای کم به ارزش بده. قضیه دقت کن. چند تا فیوز داریم بچه؟ من یک دونه دارم. نه میدونم اوکی دو تا داریم. خب برگرد. آقا نزن. کیه در این؟ آی بریم آج لوتار بریم دیگه چی کنیم؟ همون آی بریم. دارم خطریه. آره یارو زده بالا من لازم ممکنه آی پای سرم برو. وای غلط کردم. برو برگرد. آج همه دکمه رو آی صبره آی آمد تو من گم شدم. کمک. آقا در براش مهم نیست میاد تو. تو کجایی؟ یک دو سه صدای باز کنیم اینجا. صدای من آه خب پس الان چیار
آقا والتو باز کنیم دیگه. بیا. من یکی دارم. منم یکی دارم. بیا. صدام یکی داره. منم یک دونه داشتم که گذاشتش تو چی کی؟ من برداشتم. خب اوکی پس یکی نداره. حالا باید یه دونه دیگه پیدا. پس الان یک کلید نداریم این واسه. باید کلید پیدا کنیم. دستشویی یه نگاه دیگه فیوز بندازیم. دیگه دستشویی رو فیوز من دیگه دفترات فکر کنم. دستشویی من نه بابا کلید تو دستشوییه خیلی خوب. میگم نیم ساعت ما نیست ما میریم داخل بابا اینجا دارم میره بابا بیا بابا منو بلند. حالا نگاه کوتاه بیا. بچه اون فکر کنم فیوز اصلی رو زدیم پایین نه؟ یعنی چی فیوز؟ بابا یه فیوز اصلی آره من داره. زدم پایین آنش کردم آفش کردی آنش کن برداشتش. آره روشن شد. خیلی خوب. بعد وقتی که داریم آره کلید داری؟ کلید دارم کجایی؟ آره بیا درارم بیا. بیام اسم داره روش اگزیت. نه بیا آخری بیا او این چیه؟ بیا یه چیزی من پیدا. اون پوله رو هنوز جمع نکردیم حواستون این قضیه هست؟ خب کلید چی هم پیدا؟ نه کلید نبود. بچه اصل کاری پیدا شد. آجی دنبال منه بشینید بزن روزهای خوبم پیدا کرد گل بودم آجی تاج مبعد با یکی بیا چی داره شارژ پوشت شارژ من کلید برداشت من پر شدم من کلید برداشت. کلید چیه؟ من اینا رو بندازم تو هستم. من داشتم اینجا 9000 تا دستم. بیا 10000 بیا اینجا ای بر فیوز؟ آره برداشت. بگی یا بگیرم؟ بگی. بیام کمک بگی کجا در میای؟ سلام علیکم چی جدیده؟ بچه این گلدن لاین رو لازم چه قبلیه بابا اینجا چیزی نداره. وای بچه کمک بگرم. کمکی بریم باز برو باز یارو دنبال آسان ول کن مثلا مهم برو باز برو بره کی میره؟ نه اینجاست. صدرا بیشین بچه بیشین حواست به چیا باشه. من در ببندم. بیش بیا یکی دیوایس هم اینجا. خب بگو آجی فکرم آمد آره آجی پشت سرم احساس میکنم بچه هر کار میکنیم بیش رفت بگو بیشتره بگو چپ راست بالا پایین راست. عیز به چی دوبار گفت بابا پایین خب بالا چپ راست. صدش لیزر حواست باش از کنار دارم به این وقت. برو های داخل اینا چیزی در 10 تا صبح بچه ها توش پوچی نیست. نه اون معمولیته. خب بیا بچه بشینید تو رو خدا این دست میخوام تمامش کنم. بیا تمام شد همه ماموریت ها. نه باید بریم بیرون. یارو اینجا کمپ میکنه معمولا. بیا بچه بیا اکزیت میبره. گو پشت سر برو. بیا اومدیم بیرون.
گو صدرا وای صدرا نگو صدرام آها وای خب چی شد الان چیکار کنیم چون باید کیف پر از پولمون رو نیاوردیم. فاینالی نه همینجاست بالاخره به 27000 دلار 22 حاجی پول داشت کانتی بریم بیت کوین بخریم بیت کوین بریم بخریم دهنمون سرویسش بریم آیا میتونیم بریم به مچ بعدی یا برو بابا سی او من رفتم خدا فیس بای بای کجا رفت